سلام، خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه از نیمکات. توی این قسمت قراره راجع به فیلمای زرد با هم صحبت کنیم. ببینید خیلیا میگن که فیلم زرد نداریم، فیلم کمدی دیگه، فیلمیه که فروخته، بازیگرش باحال بوده، کارگردانش باحال بوده و از این حرفا. اما بیاین صادق باشیم، فیلم زرد همیشه میفروشه. فیلمی که توش از تیکه های جنسی استفاده بشه، فحش استفاده بشه، حتی تیکه هایی که توی اینستاگرام وایرال میشه و حتی موزیک هایی که واقعا آدم دلش میخواد گوششو بگیره و بهشون گوش نده، اون فیلم خیلی باحالی میشه و توی گیشه 100% میترکونه. جز اون خیلی از این فیلمنامه ها رو کسایی می نویسن که خب خیلی سررشته تو این چیزای خاله زنکی و زرد طوری دارن و باعث میشه حسابی اون فیلم دیده بشه. از اون طرف هم تهیه کننده های خفنی براش به وجود میاد و کلی هم ازش استقبال میکنن. بریم سراغ اولین فیلم زردی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم. بهرام افشاری علاوه بر بازی حسابی زده تو کار فیلم ساختن و فیلمنامه های زرد. میدونم که خیلیاتون بعد از اینکه دارین این پادکست رو گوش میدین یا حتی در حین شنیدن این پادکست کلی از من شاکی بشید و کامنت ها رو بتره کنید. ولی بیاین صادق باشیم، بهرام افشاری واقعا بازیگر خوبیه ولی کارگردان خوبی نیست. بخوایم خیلی ریزتر بشیم، فیلمنامه 70 که در واقع فیلم کمدیه که رکورد فروش سینمای ایران رو شکونده و 360 میلیارد تومان فروخته و شده جز پرفروشترین فیلمای ایرانی، واقعا عجیب نیست؟ بعد حالا داستان فیلم چیه؟ موقعیتی که توشیم چیه؟ آدم‌ها درگیر کارهای غیر عادی میشن به همین سادگی. یعنی یه موقعیت خیلی ساده و غیر واقع گرایانه یه موضوع طنز پیدا میکنه. بازیگرش شناخته شده ای هم توش حضور دارن، بهرام افشاری، پوتن شکیبا، دیگه سیاوش طهمورث و از این جهت کست واقعا کست خوبیه. موضوع هم کاملا کافی بوده تا مخاطب رو به سالن بکشه. از نظر حاشیه و نقد و اینجور چیزا خیلی چیز اون شکلی وجود نداره. نقد که در واقع خیلی اصلا خودشون رو به نقد در مورد این فیلم نکشوندن، به خاطر اینکه معتقدن این فیلم بدیه دیگه، فیلمی نیست که آدم بخواد راجبش صحبت بکنه. پس شما هم خیلی از ما نخواین که راجبش صحبت بکنیم. فیلم از تازه ترین های کمدی های عامه پسند ایرانه که در واقع 360 میلیارد تومان فروخته و کاملا شوخی های موقعیتی و آدم های معمولی که درگیر ماجراهای غیر واقعی و بامزه میشن. بخش زیادی از جذابیت فیلم به حضور چهره‌های محبوب و بازی‌های کمیکشونه. از گیریمشون هم واقعا اگه نخوایم بگذاریم واقعا جذاب بوده. منتقدا گفتن فیلم نه پیام خاصی داره نه ساختار داستانی جدی، اما مخاطب عام حسابی خندیده با این فیلم. شوخی‌های روزمره، تیکه کلام‌های لحظه‌ای، استفاده از اتفاقات ترندی که براتون گفتم باعث شده این فیلم حسابی جلب توجه بکنه. حاشیه خاصی هم نداشته، فقط موجی از بحث و اینکه چرا فیلم‌های بی پیام انقدر میفروشن با این فیلم خیلی راه افتاده. یه تگم توی اینستاگرام داشتیم که توی فضای مجازی و توی ایکس بوده به تگ چرا فیلم‌های بی پیام انقدر میفروشن و هشتگ فیلم زرد 70 ببینیم که در واقع جزء دوتا از هشتگ‌های داغ اون زمانی که فیلم اکران شده بوده. خلاصه اینکه اگه دلتون خواست یه فیلمی ببینید که مغزتون رو بشوره و ببره و خیلی بهش فکر نکنید، 70 از اون فیلم هاست. امیدوارم که ببینید و حالا نظراتتون رو توی کامنت ها به ما بگید دیگه. کمدی زرد بعدی که نوروز 1402 اکران شد و با رکوردزنی ریالی و تماشاگر به یکی از پرفروشترین های سال تبدیل شد. فسیل سال 1402 اکران شد و حسابی خب با اکران نوروزی هم بود، حسابی ترکون. داستان 3 دوسته که توی دهه 1350
خواننده‌ای که یکی به کما میره و بعد از 10 سال بیدار میشه و بعد میفهمه انقلاب شده. یه موقعیت کاملا اغراق‌آمیز و طنز مفرطی داره. بازیگرایی مثل بهرام افشاری، هادی کاظمی، الناز حبیبی و ایمان صفا توی این فیلم نقش بازی کردن و خب همشون هم مشهور و محبوب. حاشیه چشمگیر اونجوری نداشته، ولی خب اگر این زمان یعنی همزمان با 70 اکران میشده 100% فیلم زرد فسیل ببینیم هم احتمال داشته از اون هشتگایی بشه که خیلی ترند بشه. حضور چهره‌های محبوب و فضای شیرین و پرفروش بودنش خودش جنجالی بوده که باز هم بعدها در واقع بعد از این که فیلم 70 اکران میشه راجع به فیلم فسیل هم اینو میگن که چرا فیلم‌های بی پیام انقدر دیده میشن. داستان فیلم داستان 3 دوسته که یکیشون بعد که از کما بیدار میشه میفهمه انقلاب شده و همه چیز عوض شده. فیلم با شوخی‌های ساده و فضای نوستالژیک به همراه رنگ و لعاب دهه 50 مخاطب رو خیلی جذب کرده. حاشیه بزرگ اون شکلی هم نداشته، به خاطر اسم عجیب و فضای متفاوتش کلی شوخی توی شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته. بازی بهرام افشاری مثل همیشه فوق‌العاده بوده. ایمان صفا، هادی کاظمی و الناز حبیبی و خیلی جالب از چالش‌ها و جنجال‌های اون زمان خیلی ریز صحبت میشه. اگر دوست داشتید میتونید این فیلم فسیل رو ببینید و بازم برای ما کامنتاتون رو بذارید، چون به نظر من فیلم بامزه‌ای بود. اتفاقا خیلی اتفاقات جالبی برای شخصیت اصلی میفته. میخوابه، بیدار میشه و دوباره اتفاق دیگه میفته و مثل اون اصحاب کهف بود که توی غارن و کلی زمان گذشت و اونا که میان بیرون میبینن که او اصلا همه چیز تغییر کرده. دقیقاً برای فیلم فسیل هم همین اتفاق افتاده. بهرام افشاری توی این فیلم خیلی گریم جالبی داشته، اون الناز حبیبی، حتی هادی کاظمی و کاملا جالب اینجاست که توی این فیلم اون رشد و روند شخصیت‌ها رو می‌بینیم. امیدوارم این فیلم رو دوست داشته باشین. اگه خوشتون اومد یا هر نظری هم داشتین برای ما کامنت کنین دیگه. فیلم بعدی که میخوام راجبش باهاتون حرف بزنم فیلم مطربه برای سال 1398 و 99. فیلم کمدی و بر پایه موسیقیه با پاره از اغراق‌های داستانی. یه خواننده قبل از انقلاب تقلا برای اجرای کنسرت توی ایران و تلاشایی که خب نتیجه‌ای نمیده. بازیگری که توی این فیلم بازی کرده پرویز پرستویی که مسلماً واقعاً هم من بازیشو خیلی دوست داشتم و ستایش شدنی بود. حتی توی همچین فیلم زردی که واقعیتش رو بخواید فیلم نه آغاز داشت، نه میانه داشت، نه پایان داشت و اصلا جذابیت بصری و کیفی هم فیلم نداشت. فیلم 385 میلیارد فروش داشت توی همون زمان که توی زمان خودش به شدت هیجان برانگیز بود این فروش. پرویز پرستویی و الناز شاکردوست و مهران احمدی و یه سری بازیگرای دیگه توی این فیلم بازی کردن. این فیلم یه حاشیه داشت، اینم این بود که اکران فیلم به تعویق افتاد. چرا؟ چون شخصیت اصلی فیلم به ادعای برخی خیلی شبیه خواننده اپوزیسیونمون ابی بود. این موضوع باعث جنجال شده بود، یعنی همه گفته بودن که ما داریم توی این فیلم ابی رو میبینیم و اتفاقهایی که برای اون افتاده، اون داشته تلاش میکرده که اینجا توی ایران بتونه کنسرت برگزار کنه ولی نتونسته. فضای طنز و موزیکال با موقعیت‌های اغراق‌آمیز و شخصیت پردازی‌های کاریکاتوری یکی از امتیازهایی بوده که این فیلم داشته. بازیگرای خوبی هم توش بازی کردن. فروش بسیار بالا و تبدیل شدن به پرفروش‌ترین فیلم ایران تو زمان خودش کاملا هیجان انگیز و پر سر و صدا بوده. اما 385 میلیارد خیلی پول اونطوری نیست الان ها، ولی خب هم زمانی که اون فیلم اکران شده این مبلغ خیلی هم
قابل تأمل بوده. حاشیه بزرگی هم که داشته، همونطور که بهتون گفتم شباهت شخصیت ابی به فیلم بوده که باعث شده چند بار اکرانش عقب بیفته. در نهایت همین حاشیه کنجکاوی مردم رو خیلی بیشتر کرده و باعث فروش بیشتر شده که برام ببینم واقعا این داستان اصلا به ابی میخوره و اصلا داره قصه ابی رو تعریف میکنه یا فقط چیزیه که قرار ماها رو وسوسه کنه بریم فیلم ببینیم. هرچند که هر گزینش باشه باز مردم رفتن فیلمو دیدن و کلی هم استقبال کردن. پرویز پرستویی با صدای خیلی عجیبش توی این فیلم همه رو غافلگیر میکنه. یک چیزی بوده که یک توانایی دیگه ای رو ما از پرویز پرستویی توی این فیلم میبینیم و شاهدش هستیم. خلاصه که این فیلم هم پیشنهاد خوبیه. من این فیلم رو بیشتر از فیلم‌های دیگه بهتون پیشنهاد میدم و امیدوارم که ببینید و لذت ببرید از این فیلم، چون نقش آفرینی‌های جالبی توش اتفاق افتاده. هزار پا رو که حقیقتش رو بخواید با اینکه فیلم زردیه ولی من خودم این فیلم رو خیلی دوست داشتم. فیلم هزار پا واقعا ترکیب جواد عزتی و رضا عطاران رو بی‌نظیر ساخته. کمدی موقعیت محور با داستان ساده و اغراق شده، دزدی با شوخی‌های سطحی، موقعیت‌های نامتعارف و بازی‌های طنزگونه. تو زمان خودش پرفروش‌ترین فیلم ایران شد و توی کمتر از 2 ماه فروشش 30 میلیارد تومان رو رد کرد. 1396 تازه. رضا عطاران، سارا بهرامی، جواد عزتی و مهران احمدی یکی از جذاب‌ترین نقش‌آفرینی‌هاشون رو توی این فیلم داشتن. توی شبکه نمایش خانگی 2 قسمت جدا منتشر شد که اعتراضات مردمی رو ایجاد کرد و گفتن که توضیح کافی براش ندارن. این یک چیزی بود که تصمیم گرفته بودن که این فیلم رو توی تلویزیون پخش کنن ولی بعد از پخشش منصرف شدن. داستان فیلم داستان دزدیه که برای رسیدن به پول و موقعیت وارد یه ماجرای عجیب و بامزه میشه. پر از شوخی‌های کلامی و فیزیکیه که بعضیاشون حتی ربطی هم به داستان نداره. در واقع اکثرشون اگه بخوام بهتون بگم منی که فیلمو 2 بار دیدم کاملا بی ربطه. رضا عطاران و سارا بهرامی و مهران احمدی و جواد عزتی فوق‌العاده توی این فیلم بازی کردن. از کاراکترشون، از گریمشون، لباسشون و اصلا این شخصیت کاملا بهشون نشسته. فروش 30 میلیارد تومانی هم به همراه داشته و تو اون زمان شده بوده پرفروش‌ترین فیلم تاریخ و توی نسخه نمایش خونگی هم حتی که بهتون گفتم فیلم رو بدون اطلاع 2 قسمت کردن که باعث اعتراض خریدارها شد. بیشتر از داستان محبوبیت بازیگرا و شوخی‌های سطحی فیلم باعث موفقیتش شد. این فیلم هم اگه بخوایم خیلی صادق باشیم جز فیلم‌های واقعا زرد سینماست. این اصلا غیر قابل انکار نیست. من یه چیزی رو بگم، اینکه فیلم زرد چرا فروش میره شاید دلیلش یک خورده به سلیقه مخاطب هم بستگی داشته باشه، اما واقعیتی که وجود داره ما هر چقدر بگیم که مخاطب میشه بهش یک سری چیزهای دیگه هم تغذیه کرد، اما در وهله اول تا همچین فیلم هایی بهش پیشنهاد میدیم میره سراغ اون و خیلی سریع فیلم رو هوا برمیداره. بخوایم صادق باشیم این فیلم ها به خاطر اون شستن و بردنشون استقبال جالب تری از به همراه دارن. متاسفانه نمیشه شاکی هم شد از این استقبال. دلیلش هم اینه که شرایطی که برای مردم ایجاد شده سلیقه‌شون رو به این سمت برده که اینجور فیلم ها رو ببینن و اینجور فیلم ها رو دوست داشته باشن. اما خلاصه این یه چیزیه که خیلی وقت رواج پیدا کرده و حقیقتش رو بخوای نمیشه سلیقه مردم رو خیلی سریع و به تندی تغییر داد. خیلی ها انتخاب میکنن که در جریانی همراه باشن که این جریان بیشتر براشون سطحی باشه و از لحظه لذت ببرن. و خب ما مخاطب‌های اینجوری هم کم نداریم، مخاطب‌هایی که دلشون بخواد فیلم‌های این شکلی ببینن.
اخراجی ها هم فیلم زردی بوده اگه بخوام یهو این وسط این مثال رو بزنم، ولی خب فیلم بوده که اون زمان خیلی دیده شده، خیلی ها براشون خاطره انگیز بوده و خیلی تونستن باش ارتباط برقرار کنن. فیلم کاملا جذاب و دیدنی بوده در زمان خودش. آخرین فیلمی هم که قرار راجبش حرف بزنیم فیلم رحمان 1400 که داستانی یه خدمتکار به اسم رحمان که متوجه میشه یه بیماری سخت داره و به زودی میمیره. با دوستش نقشه میکشه که یه حادثه عمدی ایجاد بکنن و بتونن دیه بگیرن تا خانواده‌اش تأمین بشه. طنز پر از شوخی‌های کلامی و حرکتی با موقعیت‌های سورئال و غیر واقعی. کارگردانم که توی این فیلم ها در واقع میتونیم به یک کسی مثل منوچهر هادی اشاره بکنیم. رحمان 1400 محصول سال 1397 که تو اوج فروش توقیف شد به دلیل اضافه شدن صحنه ها و دیالوگ های خارج از نسخه مجاز. فیلم خیلی باید سانسور می شده و خیلی تیکه کلام های زشت و بدی هم داشته. محمد رضا گلزار کسی بوده که شخصیتش توی این فیلم مورد تمسخر قرار گرفته. همین توقیف باعث شد که فروش نسخه های غیر رسمی و اتفاق بیفته و کنجکاوی عموم چند برابر بشه و حتی همه بخوام برن همون نسخه‌ای که سانسور شده رو برن ببینن. فیلم بازیگرهای زیادی داشته مثل سعید آقاخانی، یکتا ناصر، بهرام افشاری مثل همیشه، محمد رضا گلزار که همشون واقعا در کنار هم بازیای بامزه‌ای رو داشتن. رحمان 1400 یه آدم ساده و دلسوزیه که در واقع میخواد خودش رو از منجلاب خلاص بکنه، خانواده‌اش رو از اون اتفاقایی که قراره بعد از مرگش براشون برسه نجات بده و خب شروع میکنه به ساختن داستان‌های فانتزی و اغراق‌آمیز و هجوآمیز که میتونه یه جوری خودش رو نجات بده. 22 میلیارد هم توی گیشه فروش داشته و خب این ترکیب عجیب داستان و بازیگرا و مسیری که اتفاق افتاده خیلی جالب بوده. اون مبلغ 25 میلیارد توی اون زمان فوق‌العاده عجیب غریب بوده. خب از اینکه همراه من بودین خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم این قسمت از پادکست نیمکات رو دوست داشته باشین و توی قسمت‌های بعدی هم باز با ما همراه باشید. ما خیلی راجع به فیلم‌ها و چالش‌های مختلفی که فیلم‌ها داشتن صحبت کردیم. امیدوارم که برید و قسمت‌های قبلی ما رو هم ببینید و بشنوید. ممنون که همراه من بودید. باز هم لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.